سلام، خوش اومدین به اولین ویدیو یوتیوب من. قراره توی این ویدیو خودم معرفی کنم و بگم چرا کانال یوتیوب زدم و اینجا چیکار میکنم. من شقایقم 25 سالمه و دانشجوی ارشد بیوتکنولوژی ام و دارم پایان‌نامه‌مو میگذرونم و اینکه الانم دقیقاً توی دانشگاهم توی اتاق تحصیلات تکمیلی دانشگاهم و اینجا رو مناسب‌ترین اینجا دیدم برای اینکه بتونم ویدیو ضبط کنم بابت نور، صدا یا هر مورد دیگه‌ای. سعی کردم سخت نگیرم و فقط انجامش بدم و فقط ویدیو ضبط کنم. مرسی که درکتون کنیم. قصدم از ادامه تحصیلم اینه که مهاجرت کنم و همونطور که از اسم کانالم یا حالا پیج اینستا معلومه، شقایق وی یعنی راههای شقایق. من صرفا اینجام که تجربیاتم و مسیری که دارم پیش میرم و با بقیه شیر کنم، به اشتراک بذارم و کسایی که این مسیرن همراه بشن با من و من همراه بشم با اونا و من اگر چیزی یاد گرفتم توی این مسیر انتقال بدم بهشون، یاد بدم و اونا هم به من یاد بدن. من حدود 1 ساله که پیج اینستاگرامم رو زدم. موضوع پیجم مهاجرته و از چالش‌های قبل مهاجرتم میگم. شاید براتون عجیب باشه چون همیشه همه وقتی مهاجرت کردن و به موفقیت رسیدن اومدن پیج زدن و تجربیاتشون رو گفتن، مشاوره دادن و به بقیه کمک کردن. اما من این دفعه خواستم از این قبل‌تر شروع کنم، از اینکه چه دغدغه‌هایی، چه مشکلایی، چه چیزایی همراهمونه تا برسیم به اون حالا موفقیت و هدفی که هر کدوممون فرق داره هدفمون. من سعی کردم از روزایی که دارم تلاش میکنم، دارم این مسیر رو میگذرونم، زبان میخونم، مدارکم آماده میکنم و حتی الان که دارم پایان‌نامه‌مو میگذرونم و این یکی از چالش‌هامه، از همه اینا بذارم ویدیو بگیرم، عکس بگیرم و من خود واقعی‌ام کاملا با بچه‌های اینستا خیلی رفیقی، مثلا فالوور نیستن برام و همیشه سعی کردم هر چیزی که بلدم رو به اونام یاد بدم و اومدم ولاگای روزانه درست کردم، هر روز چیکار میکنم، از تجربه زبان خوندنم گفتم و همینجوری که دارم جلو میرم مسیر رو از تجربیاتم میذارم و اینکه خیلی خیلی چیزا از بچه‌ها یاد گرفتم. یعنی اگر من یه نکته‌ای گفتم، بچه‌ها اومدن حول اون موضوع کلی نکته‌های دیگه گفتن، با هم دیگه صحبت کردیم، با هم دیگه ناراحت شدیم، بچه‌ها تو این مسیر آیلتس گرفتن، به من گفتن، با هم خوشحال شدیم و حتی تجربه بچه‌ها لایو گذاشتم. در کل واقعا دوست دارم پیجمو و فقط به عنوان یک پیج اینستاگرامی بهش نگاه نمی‌کنم، جاییه که من لحظه‌هامو، سختی‌هامو، شادی‌هامو و تجربه‌مو شیر می‌کنم. مطمئنا اگه چند سال دیگه برگردم نگاه کنم بهشون، مثلا دفترچه خاطرات میمونه برام و کلی تو این مسیر دوست پیدا کردم. چون واقعا ما توی مسیر مهاجرتتون میگم خیلی تنهاییم و خیلی درک نمیشیم، چون خیلی سخت آدم‌ها رو درک کنن و بیشتر کسایی که تو مسیرن درکت میکنن. منم خواستم یه همچین آدمی باشم برای بقیه و بقیه همراه من باشن و حتی با شیر کردن این تجربه هام و مشکلاتم و چالش هام یه انگیزه‌ای داشته باشم که ادامه بدم، چون من همیشه به این فکر میکنم که اوکی اگه من مهاجرت نکنم این پیج چی میشه. فقط خواستم انجامش بدم و یکی دیگه از علاقه‌مندی‌هام شیر کردن تجربه‌ام با دیگران، صحبت کردن با آدم‌های جدید، ارتباط گرفتن و عکاسی کردن و فیلم گرفتن و اینا. خوشحالم از این بابت که تونستم انجامش بدم و خیلی وقته که خواستم کانال یوتیوبم رو بندازم اما همیشه نشده، حالا هر دلیلی بوده نشده، ولی دیدم که نیازه. چون وقتی مثلا من میام یه چند تا تکنیک واسه مثلا رایتینگ تمرین کردن میگم، واقعا تو اینستا خیلی تایم محدودیه برای پست. حالا من پستام شاید 30 ثانیه 40 ثانیه است، ولی تایم محدودیه. خواستم جایی باشه که بتونم ویدیوی بلندتری بگیرم و واقعا نشون بدم که اوکی دارم برای این مهارت چجوری تمرین میکنم، یا مثلا وقتی اپی رو معرفی میکنم برای تمرین زبان بیام و واقعا نحوه کار کردن باهاشو شیر کنم باهاتون. این شد که اومدم کانال یوتیوب بزنم و الان اینجا و مطمئنا شما که دارین الان منو میبینید خیلیاتون از بچهای اینستاگرامین و خیلیاتون خیلی خیلی خوب منو میشناسین. شاید بیشتر از چیزایی که دارم اینجا میگم، ولی این واقعا اولین تجربه منه که انقدر حضوری و انقدر صمیمی و خودمونی و طولانی دارم باهاتون صحبت میکنم.
واقعا خوشحال میشم که حمایتم کنین، حالا هم پیج اینستاگرام هم پیج یوتیوب، کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنین. من یک یوتیوبر جدیدم و به این لفظ ها خیلی آشنا نیستم. فکر نمی‌کنم چیز دیگه مونده باشه. یه موضوعی که خیلی ها به من میگن اینه که تو چرا هدف تو به همه داری میگی، تو هنوز مهاجرت نکردی به کسی نگو و ممکنه که اصلا مهاجرت نکنی هیچ وقت و این حرفا. اما من همون اولم گفتم به 2 دلیل واقعا اینجام. یکی این که واقعا دوست دارم شیر کردن تجربه‌هامو با بقیه، دوست دارم کمک کردن بقیه رو و دوست دارم فیلم گرفتن، ویدیو ضبط کردن، صحبت کردن، ارتباط گرفتن رو. و چیز دیگه که هست برخلاف حالا اینکه میگن هدفاتو به کسی نگو، من صرفا گفتم که میخوام مهاجرت کنم. نگفتم کجا، نگفتم چه جوری و چی کارا دارم میکنم و فقط یه سری چیزای کلی مثلا توصیه نامه نوشتن، انگیزه نامه نوشتن، رزومه جمع کردن. خب ما میدونیم الان بیشتر از 90% شاید همسال‌سال‌هامون میخوان مهاجرت کنن، پس این اصلا چیزی نیست که بخوایم از بقیه پنهان کنیم. و من واقعا توی پیجم همیشه حس خوب گرفتم و حس خوب سعی کردم به بقیه بدم. به این 2 دلیل من اومدم. گفتم که بدونین واقعا اگه من اینجا کلی حرفا و اینا هست، ولی با حمایت شماست که من انگیزه میگیرم و ادامه میدم. هر پیشنهادی، انتقادی، هر چیزی که دوست دارین حتما برام کامنت کنین. خیلی خوشحال میشم واقعا همراه هم باشین و حالا به دوستاتون، به هر کسی که توی این مسیر معرفی کنید منو، بتونیم همه همراه هم پیش بریم. و واقعا همیشه به تمام فالوورام میگم اونقدری که خودم مهاجرت کنم و به هدفم برسم خوشحال میشم، همونقدر هر کدوم از شماها بیاین به من بگین که مهاجرت کردین خوشحال میشم. حتی به همین دلیل که بچه‌ها همیشه که از سختی‌های زبان خوندن، ناراحت شدناشون یا هر چیزی گفتن و حدش اومدن در آخر گفتن من آیلتس 6 گرفتم، 7 گرفتم، همونقدر با هم خوشحال شدم. یعنی حس کردم که خودم اون آیلتس رو گرفتم. اگر سوالی ازم دارین، موضوعی هست، حتما کامنت کنین. تو کامنت ها حتما با هم دیگه صحبت میکنیم. من همیشه به بچه‌هام میگم در دایرکت من به روی همتون بازه. همیشه با بچه‌ها کلی صحبت میکنیم، در و دل میکنیم و من واقعا مثل رفیقتون بدونین، چون من با همه فالوورها واقعا رفیقم و همینجوری دوستشون دارم. مرسی که نگاه کردین. ویدیوی بعدی احتمالاً ویدیوی چک کردن جواب لاتاری باشه که میخوام دقیقاً بدم که چطوری چک کنین و اگه کد کانفرمیشن نامبرتون یادتون رفته چجوری بگیرین و حتی بعد از اینکه برنده شدین ان شاءالله، که امیدوارم برین خبر برنده شدنتون رو بدین زیر همین ویدیو. بعد برنده شدن باید چیکار کنین، چه مدارکی باید آماده کنین و چیزای اینجوری. راستی حتما برام بنویسین که دوست دارین چه ویدیوهایی بگیرم اینجا تو یوتیوب بیشتر بذارم. دوستتون دارم.